یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر خاروق در پی یک صدمه نقلیاتی که باعث مرگ 2 نفر گردید بازداشت شد. حادثه شب 1 دکبر در محله نیروگاه پامیر شهر خاروق رخ داده است. یک منبع معتمد در مقامات انتظامی به رادیوی آزادی گفت این افسر پس از این حادثه بازداشت گردید. در این حادثه 2 نفر به هلاکت رسیدند که جستجوی جسد آنها در کانال ادامه دارد. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خاروق به رادیوی آزادی گفت یکی از قربانیان دانشجوی این مؤسسه می باشد. این به خانه رفتنی شده است و در طرف همون میکرورایون گیس که در خانه خیشان زندگی دارد. همون طرف رفته است و ماشین بالا آمده است از طرف نوای شغلان سومچون بعد راه صدمه شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فعلا یک کمیسیون برخورد ماشین رفتار افسر نیروهای مرزبانی و مسافرکشی تنگیم را در شهر خاروق تحقیق دارند و سبب‌های اصلی سر زدن حادثه را معین خواهند کرد. در شهر خاروق از 2 ماه به این طرف پاسگاه‌های پلیس عمل می‌کنند که به گفته مقامات هدف از فعالیت آنها این تامین ولایت قانون میباشد. تا حال مقامات در این باره حادثه برخورد رسما یگان شرح ندادند و اسم افسر بازداشت شده نیز فاش کرده نمی‌شود. این هم در حالی است که خبرگزاری فرگانه نیوز خبر داده است که یک گروه ساکنان خاروق پس از این حادثه می‌خواستند افسر را خودسرانه محاکمه کنند و پلیس مانع کار آنها شده است. مولا رجب یوسفی برات یوسفی، آزادی دوشنبه.